که میگفت از کتاب قصه های پرنشاط، قصه های آشنا. قصه باغ بزرگ، قصه گل قشنگ، قصه شیر و پلنگ، قصه موش. در داستان قبل گفتیم که کلاغ و موش قالب پنیر را از وسط نصف کرده و هر کدام به سوی سرنوشت خود می روند. اما با سخنانی که موش در لحظه آخر گفت فکر کلاغ را درگیر کرده بود. بنابراین کلاغ مخفیانه موش را تعقیب می کند. موش با قالب پنیر به خانه می رسد و همسرش را صدا می کند. عشقم کجایی؟ بیا برات غذا آوردم. نفسم کجایی؟ بیا پنیر تازه آوردم. اونم چه پنیری؟ همسر موش با شنیدن صدای موش از لانه بیرون می آید و با دیدن موش ذوق می کند. سلام سلام توپلی من، سلام سلام دم دراز من، خسته نباشید سرور من، تاج سرم. بله، موش پنیر را به همسر خود داده و از او می‌خواهد که پنیر را دوش جان کند. همسر موش رو به موش می‌کند و می‌گوید عشقم از صبح چیزی خوردی؟ این پنیر خودت هم خوردی یا نه؟ راستشه بگو. آره عشقم، این یه قالب پنیر بود که نصفش من خوردم، نصفش هم برات آوردم. الانم زود این پنیر ببر تو لونه که اگر همسایه‌ها ببینن مجبوریم بهشون تعارف کنیم. موش پنیر را به همسر خود داده و از لانه خارج می شود. کلاغ با دیدن این صحنه و سخنانی که بین موش و همسرش رد و بدل شد سخت ناراحت می شود. به طرف موش پرواز کرده و به او می گوید صبر کن ای موش عزیز، و چرا به هم نگفتی؟ چرا به هم نگفتی که داستان چیه؟ موش از دیدن کلاغ متعجب می شود. از دست او اول ناراحت می شود که چرا او را تعقیب کرده است. اما وقتی می بیند کلاغ بسیار ناراحت است، رو می کند به کلاغ و می گوید ببین داداش، من 10 فرزند دارم. باید همسرم اون پنیر رو می خورد که یه نیرو می گرفت، یه قوتی می گرفت که بتونه بچه های شیر بده. اما خب خدا بزرگه، من الان میرم یه دوری میزنم، بالاخره از توی این خرابه ها یه چیزی پیدا میکنم و شکمم سیر میکنم. هرچند که دیروزم هیچی نخوردم، ولی مهم نیست داداش، مهم اینه که همسرم و بچه هام سالم باشن. کلاغ از سخنان موش بسیار غمگین شد و تصمیم گرفت پنیر خودش را هم به موش بدهد. بنابراین رو به موش کرد و گفت ببین موش عزیز، تو به من درس بزرگی امروز دادی، درس معرفت، درس گذشت و درس فداکاری. ازت یه خواهشی میکنم، به من نه نگو. بیا این پنیر و خودت حمل کن. بالاخره من کلاغ هستم، هم بال دارم و هم میتوانم پرواز کنم و راحت میتوانم دوباره قصا به دست بیارم. موش عزیز. موش سخنان کلاغ را گوش کرد اما پنیر را نخورد. کلاغ هرچی اصرار کرد موش قبول نکرد و گفت من میدانم که تو هم خانواده ای داری، پس پنیر را برای خانواده‌ات ببر. کلاغ هرچی اصرار کرد موش قبول نکرد. بنابراین پنیر را برداشت و به سوی لانه خود پرواز کرد.
او پنیر را برای پدر پیر خود برد. پدر کلاغ دیگر نمیتوانست پرواز کند. او بسیار ضعیف و نحیف شده بود. بنابراین با دیدن پسرش خوشحال شد و گفت: پسرم اومدی. پسرم خیلی کار خوبی کردی. داشتم از گشنگی میمردم. خدای شکرت پسرم به هم سر میزنه. پسر خوب قشنگم. بیار اون پنیر بیار که من خیلی گشنمه. کلاغ پنیر را به پدر خود داد و پدرش همه پنیر را خورد و گفت: عجب پنیر خوشمزه‌ای بود پسرم. اما پسرم من امشب میخواهم یک رازی را بهت بگم. چه رازی پدر؟ چه رازی پدر که به هم نگفتی تا الان؟ یه راز بسیار مهمی پسرم که سالیان سال در سینه خود نگه داشتم. و چرا تا الان به هم نگفتی پدر؟ چرا به هم نگفتی پدر؟ پسرک نادون، حتما صلاح ندونستم که بهت بگم. الانم برو بذار من یه ذره استراحت کنم، بعدم بیای راز بهت بگم و اگه مردم با خیال راحت بمیرم. کلاغ به سوی لانه خود پرواز می کند، اما در راه فکرش درگیر می شود. چه رازی بوده است که پدرش سالیان سال از او مخفی کرده است و چرا تا الان به او نگفته است؟ بنابراین پس از استراحت کوتاهی در لانه خود دوباره به سوی لانه پدر پرواز می کند. او مشتاق بود که ببیند پدرش چه رازی را از او مخفی نگه داشته است. بله دوستان خوب من، ادامه این داستان را فردا شب برایتان خواهم گفت. اما این داستان یک درس اخلاقی بسیار بزرگ داشت: فداکاری موش نسبت به همسرش و همچنین فداکاری کلاغ نسبت به پدرش، چون کلاغ هم از آن پنیر چیزی نخورد. بله دوستان خوبم، تا شب دیگر با ادامه داستان موش و کلاغ بدرود. زیر گنبد کبود روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود. قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه های پرنشاط، قصه های آشنا.